صنف 8 بودن اون در رفتگی. بعد 2017 نه بیرون قدی رفتیم. این همینجا بود کو. این پیشی های بود کو. سادبرگ موزه میگفتن شاید. او سرخونه ناو نرفتم. نمی‌دونم که پر چیز موزگی ای نمی‌جا هوش کنم و چیز موزگی بس خیلی نمی. برای چی سرخونه نمیری؟ سرخونه هم هولبوک داریم اونجا می‌دونیم تماشا میکنیم. خاله هولبوک. اونجا می‌دونیم هر رفتم اونجا تماشا میکنیم می‌بینیم. چیزای بابامونا باباگیمونا شناس میشیم. بعد کتابم میخونیم تاریخ بیسو میدونیم. چرا وقت نداریم رفتن ده؟ کار زندگی. خیرون مراتب ممکن 1 سال شده باشد نرفتم. سرخونه ملی کلان نرفتم. واسه اوجا همه یادگاری های تاریخی همه آثارهای گذشتگانمان همه چیزایی که در گذشته ما بود همون چیزای جای دارن چیزای معنوی ده. آخران بار 7 سال پیش رفته بودم. سرخانه ملی تاجیکستان در نزد پرچم. ما کی بودیم کی شدیم کجا رفتیم ندونیم آینده را میگم با تاریخ نظر کردن در کار خیر تاریخ که ندونیم آینده را ساختن نمیتونیم. بودن یا سرخانه خیلی مهم است مردم رو زنده میسازه جوانان رو زنده میسازه میفهمن ای تاریخ و هیستوری خودشان خیلی مهم است برای که جوانان مثال شخصانی که میخوان معلم شوند در دولت کار کنن از گذشتگان برخوردار میشن که چگونه آنها دولتداری کردند چگونه از تاریخشان یعنی رفتار و دولتداریشان رو خیلی خوب میآموزن ای تاریخ و هیستوریا. با فکر ما جوانان کمتر میره و توریستا بیشتر میره.